سلام، حالتون چطوره؟ خب بچه ها، یکی از سوالای خیلی پرتکرارتون توی کامنت ها از من این بود که سال کنکورم چطوری گوشیمو میذاشتم کنار و درس میخوندم و این حواس پرتی ها و اینا رو نداشتم. حواس پرتی های دیگر رو هم پرسیده بودین، مثلا راجب بیرون رفتن ها، راجب دوستا، راجب مشغله های ذهنی که واسه پرش های فکریتون میشه. امروز میخوام بهتون بگم که چیکار بکنید که به صورت ریشه‌ای از دست همه اینا راحت بشید. چون میدونم خیلیاتون توی اینستا، یوتیوب، جاهای مختلف دنبال این بودین که یکی بهتون یه راه حلی بده که با این گوشی و حواس پرتی‌ها چیکار بکنید. بچه‌ها اول ویدیو بهتون بگم که خودم از آبان ماه سال 11 شروع کردم برای کنکور بخوندن و همون شبی که تصمیم گرفتم که برای کنکورم به صورت جدی بخونم، بیشتر نرم افزارهای گوشیمو پاک کردم. اینستاگرام رو یادم پاک کردم، تلگرام رو پاک کردم، بعد و تقریبا بیشتر نرم افزارهای گوشیمو پاک کردم. جوری بود که گوشیم فقط به درد مثلا یه آلارم گذاشتن میخورد، در این حد بود. حالا اینکه من چطوری تونستم این کار رو بکنم، بچه یه نکته خیلی مهمی که میخوام بهتون بگم، همین الان از همین لحظه تا آخر زندگیتون، تا آخرین روز زندگیتون روی این کره خاکی میتونین ازش استفاده بکنین. این خیلی نکته مهمیه. اونم اینه که بچه ها، شما یک انرژی دارید، انرژی که باش زندگی میکنین، انرژی فکرتون، انرژی بدنتون، و خیلی مهمه که این انرژی رو کجا دارید استفاده میکنید. هر جایی که شما اون انرژی رو استفاده بکنید شروع میکنه به ساخته شدن. اگر شما این انرژی و این روحیه‌ای که هر روز دارید و توی باشگاه استفاده بکنید، بدنتون رو میسازید. اگه این انرژی رو صرف این بکنید که کتاب بخونید، کتاب مربوط به بیزینس، مربوط به معاملات، مربوط به مذاکرات، مربوط به اینکه چجوری مثلا یک معامله رو ببندین، اون قسمت از بیزینستون رو تقویت میکنین. اگه کتاب‌های راجع به سرمایه، مدیریت، سرمایه گذاری، مدیریت سرمایه و پولتون و اینجور کتابا بخونین، اون قسمت رو تقویت میکنین. اگر برای کنکورتون درس بخونین، یعنی اون انرژی که الان دارید رو بذارید به مدت 1 سال 2 سال، هر چقدر که زمان دارین، 6 ماه 7 ماه تا کنکورتون مونده، این انرژی که خدا بهتون داده، این انرژی که تو بدنتونه، هر جا بذاریدش اون قسمت شروع به رشد میکنه. چون ما هممون که فیزیک خوندیم میدونیم که انرژی نه به وجود میاد و نه از بین میره، از شکلی به شکل دیگه تغییر میکنه. این جمله‌ای که تو تمام کتابای فیزیکمون همیشه داشتیم، درسته؟ و این جمله خیلی 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 درسته در تمام مراحل زندگیتون. اگر شما وقتتون رو بذارید ویدیوهای یوتیوب، کتابهای مربوط به رابطه، مربوط به عشق، مربوط به پارتنر بخونید، اون قسمت از مغز شما که میتونه یه پارتنر خوب رو تشخیص بده و باهاش زندگی بسازه، قسمت رو تقویت میکنید و به سمت یک رابطه درست پیش میرید. اگر این انرژی رو توی هر زمینه‌ای به کار بگیرین، اون قسمت نتیجه میده. مثالش رو برای خودم دارم، اینکه من سال کنکورم تصمیم گرفتم که چون انرژی ما خیلی جاها داره استفاده میشه، به جای اینکه مثلا انرژیمو توی چت کردن توی تلگرام، تو چت کردن توی واتساپ با دوستام بخوام استفادهش بکنم، یا مثلا توی اسکرول کردن اینستاگرام بخوام هدرش بدم، تصمیم گرفتم که این انرژیمو، این 1 ربع، 10 دقیقه، 20 دقیقه، نیم ساعت، 1 ساعت که روی هم جمع میشه برای گوشی، برای همه حواس پرتی‌ها، برای ویدیو گیم‌ها، برای خیلی چیزایی که حواسمون رو پرت میکنه، این انرژی رو هر چقدر هم که شاید به نظر کوچیک بیاد توی روز، شاید به خودتون بگین که اوکی من فقط 10 دقیقه 1 ربع با گوشی توی اینستاگرام میچرخم، ولی این 10 دقیقه 1 ربع خودمون میدونیم میشه 1 ساعت، میشه 2 ساعت، و بعد از اینکه شما اون گوشی رو میذارید کنار، اینستاگرام میذارید کنار، چه احساسی دارید؟ احساس کسل بودن دارین، درسته؟ به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه اون انرژی رو شما اومدید توی اینستاگرام گذاشتید. خب این انرژی شما تبدیل شده به ویو، به لایک، به بازدید برای یک فرد دیگه، برای پول، برای شهرت، برای یک فرد دیگه، درسته؟
در حالی که شما این انرژی ارزشمندتون رو میتونید روی خودتون سرمایه گذاری بکنید. شاید به نظرتون خیلی مسئله‌ای که میگم عجیب باشه ها، ولی واقعا باید توی انرژیمون، توی زمانمون، توی وقتی که داریم برای چیزا میذاریم خیلی خیلی دقیق تر باشیم. چون شما اگه دقت بکنید بعد از انجام یک سری از کارها احساس خوبی دارید و بعد از انجام یک سری از کارها احساس بدی دارید. وقتی که احساس خوبی دارین، مثلا خود من سال کنکورم، زمانی که به کوب درسمو میخوندم و اون روزمو مثلا خوب بسته بودم، ساعت مطالعه‌ام تکمیل بود، تستایی که گفته بودم میزنم و زده بودم، درسنامه‌هامو خونده بودم، آخر شب حس خوبی داشتم. چرا؟ چون انرژی اون روزمو روی خودم و مهمتر از همه روی آیندم سرمایه گذاری کرده بودم، گذاشته بودمش برای آینده خودم. ولی روزایی که مثلا توی اینستا میچرخیدم، ول میگشتم چجوری بگم، یعنی کار مفیدی نمی کردم، اینطوری بگم بهتون، هیچ کار مفیدی نمی کردم، سریال میدیدم، چت می کردم، هممون داریم دیگه اینجور چیزا رو که وقتمون رو تلف کنیم. اون روزا آخر شب خیلی حس بدی داشتم. چرا؟ چون این انرژی من به جای این که سرمایه گذاری بشه توی یک چیز درست که به درد خودم و آیندم میخوره، سرمایه گذاری شده بود روی یه چیزی که به نفع من نیست. شاید مثلا به نفع یه سریای دیگه باشه، شاید مثلا به درد یه سریای دیگه بخوره، ولی به نفع من نیست. ولی روزایی که مثلا کتاب خوب میخوندم، خیلی کتابای خوب زیادی دارم که خوندم و همچنان کتابای زیادی دارم که دارم میخونم، روی مغزم، روی این که این ذهنم رو پربار بکنم سرمایه گذاری میکردم، یا ویدیوهای یوتیوبی میدیدم که بهم این انگیزه و این ایده رو بده که آره باید این کارو بکنم. اون موقعی که این کارا رو میکردم در بازم آخر شب حس خوبی داشتم. چرا؟ چون این انرژیمو روی ذهنم، روی تقویت مهارت‌های ارتباطی، دانشم، روی اینجور چیزا سرمایه گذاری کرده بودم. اینو میخوام بهتون بگم که از همون سن کم خیلی برام مهم بود که کجا دارم انرژیمو سرمایه گذاری میکنم و یه چیزی رو که میدونستم این بود که آقا این گوشی خیلی از من انرژی میگیره، اینو میذارم کنار، همین 10 دقیقه یه رو 1 ساعت، بچه باور کنید شما 1 ساعت تو روز اگر بیشتر درس بخونید در آخر هفته میشه 7 ساعت، در آخر ماه میشه 28 ساعت. درسته؟ 28 ساعت. شما تو 28 ساعت خیلی کارا میتونید برای کنکورتون بکنید. میتونید تمام اون درسایی رو که همیشه فکر میکردید هیچ وقت نمیتونید ببندید، اونا رو ببندید. میتونید چند تا تست ریاضی بیشتر بزنید، چند تا تست فیزیک بیشتر بزنید، خیلی کارا میتونید بکنید. 28 ساعت خیلی تایم زیادیه. ممکنه الان توی این شرایطی که هستین به نظرتون بیاد که اوکی این به دردم نمیخوره، خب 1 ساعت رو برم خوش بگذرونم، ولی سعی کنید، اینو میخوام بهتون بگم، که تفریحات و خوشگذرونیاتون رو جوری تعریف بکنید که به نفعتون باشه. اگر میخواید توی یوتیوب بچرخید، اگر میخواین کتاب بخونید، چیزی رو بخونید که یه چیزی بهتون اضافه بکنه، یه چیزی، یه دیدگاه جدیدی راجع به زندگی بهتون بده. این در واقع تفاوتی هست که بین افرادی که به هر چیزی که میخوان میرسن و افرادی که به چیزایی که میخوان نمیرسن و فقط براشون در حد یه آرزو میمونه. خود من بعد از حالا فارغ التحصیلیم، همچنان داره مرحلهش پیش میره، یه تایم خالی خیلی زیادی برام به وجود اومد. درسته که میدونید که دیگه من از اون تایم به بعد دیگه بیمارستان نرفتم و کیشیک نداشتم. خب من میتونستم این تایم رو چیکار بکنم، این بازه فارغ التحصیلیمو تا حالا طرح هم شروع بشه و بخوام برم توی طرح و بیمار ببینم، ویزیت بکنم تو درمانگاه ها. این تایم رو من میتونستم فیلم و سریال ببینم، میتونستم همش تو اینستاگرام بچرخم، میتونستم خیلی کارا بکنم. ولی اومدم چیکار کردم؟ اومدم گفتم خب این یک انرژی و تایم زیادیه که به من داده شده و من اینو میخوام روی خوندن زبان انگلیسیم، خوندن کتاب‌های مفیدی که به درد مثلا سرمایه و بیزینس و کار و اینجور چیزا میخوره، به درد اونا میخوره، اونا رو بخونم. میخوام این انرژیمو روی یوتیوبم سرمایه گذاری بکنم. میخوام این انرژی رو روی ساختن خودم، منظم کردن برنامه خوابم، برنامه غذام، خیلی چیزا هست که میتونیم درستشون بکنیم. درسته؟ روی اونا بذارم تا اینکه مثلا توی اینستاگرام بچرخم، تا اینکه
الکی چت بکنم، الکی زمانمو تلف بکنم. نمیگم کلا نمیرم اینستاگرام، کلا یه سری کارا نمیکنم، ولی خیلی 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 محدودشون کردم، خیلی زیاد. یعنی من یه برنامه‌ای برای خودم دارم در طول روزم که اون برنامه رو باید تیک بزنم، کاراشو انجام بدم. اگر تایم اضافه داشتم که معمولاً تایم اضافه ندارم اونقدر تو روز، اگر تایم اضافه داشتم اوکی، حالا یه سریالم میبینم، تو اینستاگرامم میچرخم. ولی شاید باورتون نشه من الان هفته هاست اصلا اینستاگرامو باز نکردم ببینم توش چه خبره. به خاطر اینه میخوام بهتون بگم اگر اینکه براتون سخته گوشی و حواس پرتی‌ها و چیزایی رو که داره انرژی شما رو میگیره بدون اینکه براتون سرمایه گذاری بشه، جایی اونجا دارید حواس پرتی دارید و داره وقتتون تلف میشه، با این شیوه، با این جوری فکر کردن راجع به خودتون، اینکه چقدر خودتون رو دوست دارید، اینکه چقدر آیندهتون رو دوست دارید، اینکه چقدر دوست دارید روی خودتون سرمایه گذاری بکنید، روی آیندهتون، اینکه دوست دارید تو آینده چه فردی باشید، دوست دارید چه رشته‌ای بخونید. اگر آرزوتون رشته‌های خیلی خفن و تاپ و رتبه‌های خوبه، خب شما این وقت و انرژیتون رو باید پشت میزتون بذارید و درس بخونید و تلاش بکنید. و مطمئن باشید بچه‌ها، شما زمانی که یک جای انرژی میذارید، زمانی که یک جای تلاش میکنید، اون انرژی در جهت مثبت به شما برمیگرده. خود من همین مثال، بزنم یه مثال جدیدتر براتون بزنم، همین تایمی که بهتون گفتم تایم آزادم بعد از فارغ التحصیلیم، این تایم رو من گفتم برای یه سری چیزای خاصی، یه سری کارهای خاصی دارم انجام میدم. یکی از چیزایی که شما میتونید نتیجهش رو ببینید توی همین یوتیوب منه که من روزها برای خودم میام ویدیو ضبط میکنم. برام مهمه که حتما مخاطب منو هر روز ببینه، با من در ارتباط باشه. من برای تک تک کامنتاتون زمان میذارم، با عشق همشون رو جواب میدم، همتون رو خیلی دوست دارم و اینجا سعی میکنم انرژیمو در این جهت بذارم، در جهت ویدیوهای یوتیوبم، در جهت اینکه به تک تک شماهایی که لطف میکنید، میبینید و کامنت میذارید، این توجه و محبتی که به من داشتید و منم به شما برگردونم. سعی میکنم که انرژیمو اینجا بذارم چون خیلی مهمه بچه‌ها. اینو من همیشه به خودم میگم و به کسایی که با من در ارتباطن میگم که روی این کره خاکی به ما یک زمان محدودی داده شده و خود من به شخصه دوست دارم که اگر زمانی این کره خاکی رو ترک کردم، از خودم یک میراث قشنگی به جا گذاشته باشم که افرادی که منو به خاطر میارن به خاطر چیزهای خوبی به خاطر بیارن، نه اینکه مثل خیلیا که دور و برمون دیدیم، خیلیا رو میبینیم دور و برمون زمانشون رو صرف دیدن یه سری ویدیوهای یوتیوبی میکنن که شاید به درد نمیخوره، صرف خوندن یه سری کتاب‌هایی میکنن که به درد نمیخوره، اصلا شاید کتاب نمیخونن، همش دارن تلویزیون میبینن، همش دارن فیلم و سریال میبینن، همش دارن ویدیو گیم بازی میکنن، همش وقتشون رو تلف میکنن سر مثلا روابطی که نتیجه نمیده، سر چت کردن با افرادی که خودشون هم میدونن افراد اشتباهی، هم بهشون میگن این افراد اشتباهی، ولی بازم روشون زمان میذارن، انرژیشون رو میذارن برای دوستهایی که بهشون اهمیت نمیدن، دوستایی که برای موفقیتشون، خوشبختی، هیچی از اون فرد براشون مهم نیست و باز همون افراد میان انرژیشون رو برای اون دوستی ها، برای اون رابطه ها، برای اون فیلم و سریال و ویدیو اینستاگرام که قرار نیست چیزیش برای شما باشه، برای اون میذارن. خیلی مهمه بچه ها. یعنی این ویدیویی که امروز گرفتم یک بخش خیلی خصوصی توی ذهن من بود از نحوه دیدم به دنیا و نحوه زندگی که دارم و خیلی بچه ها روی این طرز فکرم خیلی فکر کرده بودم و خیلی از افرادی که توی زمینه‌های مختلف موفق بودن اونا رو بررسی کردم، باشون صحبت کردم. یعنی این حرفایی که میزنم با صحبت با افراد موفق دیگه هم هست تو زمینه‌های مالی، بیزینس، رابطه، تو زمینه زندگی اجتماعی، شهرت، هر چیزی. اون افراد موفق برای هدفشون، برای چیزی که میخوان زمان میذارن، برای ساختن خودشون، برای خوشبختی خودشون زمان میذارن. به جای اینکه زمانمون رو توی اینستاگرام برای دیدن استوریا، برای دیدن پستایی که چیزی به ما اضافه نمیکنه تلف بکنیم، همونو 2 تا تست فیزیک بیشتر میزنیم برای کنکوریا، 2 تا کتاب سرمایه گذاری بیشتر میخونیم. خود من
در واقع تفاوتی که تو زندگیم ایجاد شد با شاید بقیه دوستان، با بقیه اطرافیانم، با بقیه آشناها، مال همین طرز فکر کوچیک بود، مال همین نگاه خیلی شاید به نظر بیاد ساده به زندگی. یعنی بهتون بگم این مسیر مستقیمه که همه داریم میریم. اگر شما یه کوچولو انقدر تغییر جهت بدید و یک مسیر دیگر رو برید، در نهایت مقصدتون با خیلی متفاوت میشه. یعنی یک تغییر کوچیک توی زندگی شما میتونه زندگیتون و مقصدتون رو از این رو به اون رو بکنه. اگر افرادی رو میبینید که دارن رشته های تاپ میخونن، رتبه های خوبی دارن، اونا همینجوری تصمیم گرفتن. من بارها توی ویدیوهام به شما گفتم همه چی اینجاست و واقعا همه چی اینجاست. شما فکر کنید اینو من دارم به شما میگم، کسی که رتبه 300 کنکور بود، کسی که پزشکی شهید بهشتی 7 سال درس خوند، اینو دارم بهتون میگم افرادی که توی هر زمینه‌ای، زمینه کنکور، مالی، بیزینسی موفق هستن، این طرز فکر رو دارن، انرژیشون رو توی بیزینسشون میذارن. به جای اینکه توی اینستاگرام بچرخن، شما هیچ فرد موفق، سوپر میلیاردر موفق رو نمیبینید که توی اینستاگرام ول بچرخه، کسی که خودش داره بیزینسش رو میچرخونه. اون فرد انرژیشو میذاره 4 تا تماس تلفنی مهم میگیره، 4 تا معامله مهمتر میبنده، درست روابطش رو با شرکاش، حتی با رقیباش مستحکمتر میکنه، انرژیشو اونجا میذاره. از همونجا هم براش موفقیت به وجود میاد. فردی رو در نظر بگیرید که برای رابطهش سرمایه گذاری میکنه، توی رابطهش به جای اینکه ذهنش پیش بقیه افراد باشه، به یک نفر که درست انتخابش کرده عشق میده و سعی میکنه اون رابطه رو خوب بسازه. خب نتیجهش هم میبینه. فردی رو در نظر بگیر مثل خودم که سال کنکورم، به جای اینکه با دوستام هر روز برم کافی شاپ، با دوستام هر روز توی اینستاگرام استوری بذارم، همش توی اینستاگرام بچرخم، پست‌های مختلف ببینم، فیلم و سریال ببینم، کاری که خیلی از بچه‌ها موقع انجام میدادن، تصمیم گرفتم که اوکی این تایممو بذارم برای خودم. این تایم من عذاب آور نیست. این که من بشینم فیزیک بخونم، زیست بخونم، شیمی بخونم اصلا عذاب آور نیست. چرا عذاب آور نیست؟ چون برای خودمه. خب چیزی که برای خودتون باشه عذاب آور نیست. میدونید چی عذاب آوره؟ عذاب آور اینه که شما ببینید زمان و انرژی و جوونی و همه چی رو گذاشتید برای چیزایی که به دردتون نمیخوره، برای افرادی که به دردتون نمیخورن، برای موقعیت هایی که برای شما هیچ سود و منفعتی نداره. به خودتون نگاه بکنید، ببینید چه چیزایی میخواین. و بچه ها از من پرسیده بودن که چطوری تونستی گوشی رو بذاری کنار. به همین راحتی. به خودم گفتم که فعلا توی 17-18 سالگی موفقیت من توی این تعریف میشه که من بیام برای کنکورم درس بخونم و پس فردا برای خودم کسی باشم، برای خودم خانم دکتر باشم، برای خودم پرستیژ داشته باشم. اون موقع دیدگاه من این بود و خیلی راحت گفتم خب این گوشی میره کنار، تمام چتایی که میخوام انجام بدم فعلا میره کنار. چون من یک دیسیپلینی دارم، یک نظمی دارم، یک برنامه‌ای دارم که باید بهش پایبند باشم. میخوام مثالای بزرگ براتون بزنم، چون ما هممون توی این چنل که دور هم هستیم میخوایم بزرگ فکر بکنیم. شما برید زندگی نامه رونالدو فوتبالیست، زندگی نامه ایلان ماسک، زندگی نامه هر فرد موفق دیگر رو بخونید. اونا همینطورین. نظم برنامه خودشون برای رسیدن به چیزی که میخوان از همه چی براشون مهمتره. ایلان ماسک اولویت اول زندگیش بیزینس و کارشه و همونطوری که میبینید در همون مسئله خیلی موفقه. شاید تو بقیه مسائل زندگیش موفق نباشه، ولی توی همونی که انرژی و زمانش رو گذاشته خیلی موفقه. رونالدو به همین شکل توی هر زمینه‌ای که برای خودش انرژی گذاشته تو همون زمینه موفقه. همه افراد موفق. پس میبینید انرژی نه به وجود میاد و نه از بین میره، فقط از شکلی به شکل دیگه تبدیل میشه. خیلی مهمه که انرژیمونو داریم به چی تبدیل میکنیم بچه ها. این خیلی ارزشمنده، این که شما هر روز بلند شید و برای هدفی که دارید تلاش بکنید، انرژیتون رو بذارید توی اون چیزی که میخواید. من سال کنکورم انرژیمو برای کنکورم میخواستم، الان انرژیمو برای چیزای دیگه میخوام و دارم توی اون زمینه‌های مهمی که میخوام پخششون میکنم. اجازه نمیدم دنیا، سوشال میدیا برای من تصمیم بگیره که من انرژیمو کجا
استفاده بکنم. به من بگن که بیا این ریلز رو ببین، این پست رو ببین، این استوری رو ببین، بیا برای بقیه تلاش بکن. نه، اینو برای خودتون بذارید. همه مراحل زندگیتون بچه ها اینو، همین یه دونه نکته کوچیک، همین یه دونه ذهنیت رو توی سرتون قرار بدید، خیلی خیلی چیزها رو براتون تغییر میده. واقعا امیدوارم که بتونم تونسته باشم منظورم رو براتون گفته باشم، منتقل کرده باشم. باز هم حالا اگر سوالی دارید، چیزی براتون جا نیفتاده، توی کامنت ها بپرسید و سعی کنید که به دنیا این شکلی نگاه کنید، در دنیایی که برای شما ساخته شده که شما موفق باشید و از امکانات و انرژی که برای شما قرار داده شده بهترین استفاده رو بکنید. خیلی دوستتون دارم، میبینمتون. فعلا خداحافظ.